سلام رفقا، حالتون چطوره؟ بالاخره بعد از کلی انتظار رسیدیم به پارت سوم ویدیوی مک. کسی که تو دو تا ویدیوهای قبلی مستر باخته بود و همه هم واسش خیلی ناراحت بودن. تو این ویدیو مستر بهش یه فرصت سوم و نهایی میده تا واسه بار آخر تلاش کنه جایزه $800,000 رو ببره. قراره بسیار ویدیوی احساسی و پر استرسی باشه. پس بریم این ویدیوی خفنو با دوبله محبوب داشتون پوریا وست ببینیم. من مرگبارترین میدان موانع دنیا را ساختم و دوست من مک قرار این موانع رو بگذرونه بدون اینکه از ارتفاع 60 متری سقوط کنه. مک هر وقت حاضر بودی میتونه شروع کنه. رفت که اولین پرشو بره. وای خدا رسما رو هوا. نگاه اون سکوه چجوری میلرزه. ما الان چند ده متر تو آسمونیم. خیلی زیاده و این تازه یکی از این مانع های مرگبار، خفن و پشم ریزونه که مک تو این ویدیو باشون روبرو میشه. و اگه مک بتونه هر 6 میدان موانعی که تو این ویدیو باشون روبرو میشه رو شکست بده $800,000 میبره. خیلی ترسناکه بابا، من خودم جرئت ندارم این مسیر رو برم. وای خدا کم مونده بود بهم بخوره. ممکنه حتی تو همین اولیش ببازه. 2 تا پرش دیگه مونده. وای خدا مصبت. رسید به آخرین پرش. نمیدونم بتونم اینقدر چون بپرم. آخرین پرش حسابی سختش کردم. 2 تا چکش سر راشه و تازه فاصله پرشم 2 برابره. من نمیدونم میتونم یا مک نه. مگه 800,000 تا رو قراره این نمیخوای؟ ویدیوتون خیلی کوتاه باشه بچه‌ها. به خدا خودم هم ترسیدم. تازه جای من امنه. آفرین آفرین. حالا نمیخواد شروعش کنی. این یکی از بین 6 تا آسون ترینشون بود. حالا میریم سراغ بعدی. خب از این که دیگه سخت‌تر نمیشه. در واقع خیلی هم میشه. و مک اگه میخواد $800,000 ببره باید از پس هر 6 تا میدون موانع بر بیاد. مک حاضری یا نه؟ نمیدونم. جواب درست میشه نه، چون ما هنوز باید 60 متر بریم تو آسمون. چه دوباره میخوای بریم؟ به مرحله دوم خوش اومدید. همونطور که گفتم این یکی قرار سخت‌تر باشه. میتونی چشم‌بندتو در بیاری. جلوی تو 2 تا بازیه که تو بچگی تو پارکا بازیشون میکردی. تیغه تعادل و میله های بارفیکس. باید یکیشون رو انتخاب کنی یا باشون بیای این طرف. تازه باید تناب محافظت هم در بیاری. نه این کارو اگه به نکنم. هر دلیلی از پس این چالش بر نیاد قراره از ارتفاع 60 متری سقوط کنه. البته میفته تو تور محافظ، ولی خب 800,000 تا دود میشه. جیمی داداش گرمیجات زیاد میخوری، حرارتت بالاست، دومیشه تازه. چی میگی جوون؟ $800,000 قرار نیست که آسون باشه. خدای خودت رحم کن. انگار میخواد با میله های بارفیکس بره جلو. قاعدتا اون تعادله بهتر نبود؟ داداش اونجوری میتونی راه بری، اینجوری باید همچون میمون آویزون بشی. ولی خب به هر حال میگن صلاح مملکت خیش خسروان داند. به خدا حتی نگاه کردنش هم ترسناکه. به محض اینکه از اولین میله آویزون بشه دیگه راه برگشتی نیست. ببینیم انتخابش رو نهایی میکنه یا نه. خدای من. وای خدا. 800,000 تا رو میخوای یا نه؟ 3 پایین رو نگاه نکن، دیگه برگشتن کنسله. 2 یا خدا ماشالله من. نیفتی، تو رو خدا نیفتی، حواست باشه. از پسش بر میای. میدونم خیلی سخته مک، ولی اینجا رو نگاه، پول، یه عالم پول انگیزه بگیره ادامه بده. مک اینو بدون که هرچی بری جلوتر مسیرت سخت‌تر میشه. وای خدا نه. مک تقریبا نصف راه اومدی. ناامید نشو، به اون دفعایی که باختی فکر کن. تازه اگه بیفتی مجبورم یه شرکت کننده دیگه بیارم. وای خدا، وای همه جا داره میلرزه. بیا فقط چند تا میله دیگه مونده. مواظب باشین، آخری از همش بدتره. فاصلش خیلی زیاده. ای وای چیزی نمونده برسه. با تو دیگه کی هستی؟ چیزی نمونده. یا خدا، ترکونی پسر، آفرین. اگه نمیدونین دوست روان پریش من مکیه، اون در واقع یه شرکت کننده است که توی 2 تا ویدیوی قبلی من حضور داشت و متاسفانه هر 2 تاشو باخت. اما چون مردم دوستش داشتن من یه شانس دیگه هم بهش دادم تا بتونه برای آخرین بار خودشو به رستگاری برسونه. به مرحله سوم خوش اومدی. دوباره چه خوابی دیدی جیمی؟ چیزی که میتونه برات تبدیل به کابوس بشه. تا اینجای ویدیو همه موانعی که مک گذرون قدرت بدنی میطلبیدن که البته مک توش خیلی خوبه، اما این مرحله قرار قدرت مغز تو به چالش بکشه. این دکمه قرمز رو بزن. باشه. همونطور که میبینی روی زمین داره یه مسیر مشخص میشه. صبر کن تا مسیر کامل بشه.
واسه رد شدن از این چالش تو فقط میتونی روی مربع‌های سبز پا بذاری. حالا دکمه رو ول کن و نکتهش اینجاست که تو کاملا باید به حافظت متکی باشی. تو دقیقاً 30 دقیقه وقت داری که تمام 44 مربع سبز رو به خاطر بسپاری و اگه یه وقت اشتباهی پاتو بذاری روی مربع قرمز، پول جایزت که اونجاست فوراً منفجر میشه. اینم سپر ضد انفجار خدمتت. آی خدا بده بیا. اولی منی بعد باختن. زمان شما رو شروع کنید. میتونی بری؟ خب رفت که بره. وای بارون چقدر صحنه رو خفن‌تر کرده. خیلی خوب رفت سراغ اولین قدم. هی وای. یا بابا یه دقیقه ترمز بگیر کجا میای؟ به درد من نمیخوره اومدنت. بشینم اونجا موجیگری تو من که بکن. سپر انفجارم آماده است. داداش مطمئنی نمیخوای برگردی؟ نه داداش بذار کارمو بکنم. هر چقدر بخوای میتونی دکمه رو فشار بدی یا ای سگ توش. اگه مطمئن نیستی قدم بعدی چیه باید برگردی و دکمه رو بزنی. نمیارزه ریسک کنی. تقریباً 5 دقیقه از وقتش گذشته. نگیم و میدونم. هنوز اول راهی. نگیم میدونم. تا اینجا هر یه دقیقه یه مربع رفتی جلو. بله ممنونم و کار. بیشتر از 30 تا مربع هم داری. آقا باشه بریم. همه ریخته از سرش نمیذارن تمرکز کنه. بعد واقعا هم بده. هر دفعه هم باید تا اونجایی که اومده رو حفظ کنه و هم بقیه مسیر رو. من بودم این فرار از زندان رو بدنم حک میکردم مسیر رو با یه چوبی چیزی یه کاریش میکردم. باشه بریم. خیلی خوب. الان چقدر مطمئنی؟ نیستم. اگه منفجر شد چی؟ آقا مطمئن نیستم. با اینکه مطمئن نیستی میخوای باز بری؟ خب سر یکی یه جورایی مطمئنم. او بابا اعتماد به نفس. فقط 23 دقیقه باقی مونده. جا داره تا داری دل میکنی بهت این نکته رو بگم که این آخرین فرصتیه که برای بردن جایزه $800,000 داری. اگه ببازی دیگه فرصت دوباره ای در کار نیست. خب الان به نظرت باید برم جلو یا چی؟ از من پرسیدی یا جیمی؟ خب جیمی برو بابا کمکت کنم پولای خودم رو نه ببری. بابا نمیارزه. در این مرحله مک انقدر جلو رفته بود که هر بار امتحان مجدد ازش حداقل 6 دقیقه وقت میگرفت و متاسفانه هر چقدرم که تلاش میکرد باز آخرای مسیر رو یادش میرفت. 3 تا باید میومدم پایین. 1 2 3 4 هم که اونجاست. بوم. فکر کنم این یکی باشه. از اینجا به بعد دیگه محدوده ناشناخته است. تا اینجا نیومده بودم. هنوز 9 دقیقه وقت داری، میتونی برگردی دوباره چک کنی. یه لحظه گفتم ترکی. از اینجایی که وایسادم تنها راه هم جلو رفتنه. فکر کنم این یکی مک جانم. لطفاً یادت باشه وقتی اون 700,000 تا و 800,000 تا رو باختی چه حسی داشتی. مگه میشه یادم پس نباشه؟ به خاطر جوونیت و آرزوهاتم که شده لطفاً یه بار دیگه برگرد و دکمه رو فشار بده. از تصمیم گرفتی برگردی. قرار آخرین بارم باشه. خیلی خوب. خیلی خوب 4 4 راست 2 4 4 راست 2. مک نصف زمان باقی مونده‌ش رو به بررسی دوباره یه مسیر اختصاص داد. به امید اینکه برگشت دوبارش به اول مسیر به خاطر هیچی نبوده باشه. اما وقتی مک بالاخره واسه آخرین تلاشش آماده شد، خیلی خوب بریم تو کارش. فهمید که زمان خیلی کمی براش باقی موند. حواست باشه زیر 4 دقیقه وقت. کمتر از 4 دقیقه دای خدا مک باشه. داداش هیچکی توجه نکن. تمرکز باشه کامل. دمت گرم. فرصت پهله بود. رفت رو اولین مربع. قشنگ دارم صدای ضربان قلبمو میشنوم. خیلی استرس داره. 30 دقیقه واسه این مرحله زمان داشت ولی الان کمتر از 3 دقیقه براش مونده. یه قدم اشتباه برتر 800,000 تای دیگه باخته. 4 4 راست 4 4 اینم این طرف 1 2 3. خب آخرین بار اینجا گیر کرد. وای انگار نمیدونه از کدوم ور بره. هنوز وقت دارم. ای وای هر لحظه امکان انفجار وجود داره. خیلی خوب. مک فقط 10 ثانیه باقی مونده. نمیدونم. میتونی بپر. فقط بپر. تو میتونی بپر. موفق شدی. آره خدا رو شکر منو بغل نکرد خیلی قویه. ای وای نه بابا داشت کجا حالا تشریف داشتی تو تعرض شد. اگه پاش میرفت رو مربع قرمز تا اینجاش که به خیر گذشت. بزنید بریم مرحله 4. مک بیا دیگه. این مرحله بعدی شاید واسه شما آشنا باشه ولی مطمئناً برای مک آشنا نیست.
این وای ننه. بچه‌ها جیمی توی یه لایو استریم یه مدت پیش اسپید و KSI آورد تا همین چالشی که مک الان میخواد بره رو اونا هم برن و اونا هم حسابی دهنشون سرویس شد. 600 بار باختن تا تونستن ردش کنن. تازه اسپید ورزشکارم هست. این وای ننه. مرحله 4. و با اینکه این مرحله توی آسمون نیست ولی خب موانعی که سر راه مک قرار دارن خیلی زیاده. داداش عمرم بتونی تو تلاش اولت ازشون رد بشی. بنابراین به 2 تا گزینه میدیم. بفرما. تو خودت میتونی تلاش کنی که این میدان موانع قولاسا رو بگذرونی ولی اگه بیفتی تو آب میبازی. یا به جاش یه مستر 20 شکول تو بغلت نگه داری و تا وقتی که این شکولو به چسبی میتونی هر چقدر خاصی ببازی. سرشک با شکول مستر 20 داداش میریم باید جلو. 2 دستی این شکولو به چسبی تایش مرگه دیگه. ای وای ای وای. داشمون علنا تو 2 قدم اول با خیلی خوش به حالشه چون خفن ترین شکلات دنیا رو چسبیده. ای وای ای وای. خب مثل که تا صبح اینجاییم ولی خدا کمک کرد و مک رسید به بخش بعدی. یادم رفت این کلاه ایمنی هم بذار سر لطفا. حالا شاید بهش نیازم نداشته باشی ولی خب از اونجایی که شکول من دستته نمیخوام وقتی شکولم دستته بمیری یهو. میگم داداش دوست دخترت هم ول کردی اون شکلاتو ول نکن چون تنها چیزیه که باعث میشه تو این مرحله نبازی. و حالا مک موانع و یکی پس از دیگری پشت سر میذاره. این دیگه داش چیه؟ فقط یه را واسه فهمیدنش از خودت برو. داداش مکم سوپرمن که نیستم. خدایی چه فاصله بین 2 تا سکوه. ای وای ای وای چی شد؟ مک داداش باید بره روی تو سکو. هم همیشه قیب بسته چشم میگی نابغه. بله. وای مک. این مک خاک تو سر بلد نیست بذار نشونش. شما ببین داداش باید اینجوری بری. یو اول فصل بچه‌های پشت صحنه برسید به دادم شرفم رفت. ای وای. برو همون شکلاتتو بفروشم. جیمی همونجا باش که منم اومدم داداش. آفرین بالاخره تونست. آقا شکول فقط مستر 20. مدیونی نگه فکر کنین الان دارم نفس چاق میکنم. خب مک تنها چیزی که بین تو و مرحله 5 باقی مونده این توپایی که اصلا گنده و قرمز نیستن. چرا نیستن؟ چون کپی رایت داره متاسفانه. بچا منظورش به برنامه وایپ اوته که این تله ها رو از اون برنامه ایده گرفتن. بعد تو اون برنامه اسم این تله ها توپای بزرگ و قرمزه. ولی اینجا مستر 20 اسمشو گذاشته توپای بزرگی که قرمز نیستن. اون برنامه ازش شکایت نکنه. چرا نیستن؟ چون کپی رایت داره متاسفانه. و رد شدن از این توپای اینقدر سخته که قبل از مک چند تا یوتیوبر دیگه رو آوردیم تا امتحانشون کنن و همونطور که میبینید خیلی خوب پیش نرفت. من باختن تو کارم نیست. خدا رحمتت کنه. اینو محلش نذارید کودک ساله. آره من حتی گریه کردنش هم پس دیدم. اگه نمیخوای که این توپا روزگارتو سیاه کنن لطفا شکولو ول نکن. موفق باشی. 3 2 1. اوه شتک شد. خسته نباشی دوباره برو. دوباره 3 بار 4 پریدی نریدی. واسه ساعتهای متمادی مک فقط افتاد و دوباره افتاد. داداش آزوقه بیارین که یه 4 روزی اینجا. متاسفانه هر چقدر تلاش میکرد نمیتونست از توپ 3 رد بشه. بچه اینقدر طول کشیده که رسما خورشید داره طلوع میکنه. داداش سهم خودته بالاخره از پسش برمیای. آفرین باریکلا. رسما 3 ساعت طول کشید تا تونست به اون توپه برسه. ای وای نیافتی من. جوون بیار شکولو نندازی. نه نمیندازمش تو هم با این شکلاتت. ای وای وای موفق شد. دکمه رو بزن دارش نجاتمون بده. آفرین باریکلا پسر. ای بی چشمونو. فقط 2 تا میدون موانع دیگه مونده تا رسما تو یکی از این ویدیوها برنده بشی. مشته دیگه از این که سخت‌تر میگن نمیشه. نمیشه وقتی داری با یه نفر دست میدی دروغ بگی. اصلا نیتم همینه. بگو چی میشه. دیگه بذار یه دقیقه. نه قول میدم این سخت‌ترینش بود. دروغ گفتم دهنش سرویس. این بعدی خیلی سخت‌تره. خب مک جان از این طرف بفرما تو. کجا میریم؟ داداش بیا جلو. مشتی نمیبینم. چشمند تو بردار. به مرحله 5 خوش اومدی. بابا وایسا ببینم این دیگه چه؟ اینجا چه خبره؟ خب همونطور که معلومه ما این مرحله رو به تازگی ساختیم. ما از ویدیوهای قبلی فهمیدیم که حفظ تعادل واسه تو سخته. حتی تو همین مرحله هم دست رد تیغه تعادل زدی. تو حتی نتونستی این میل چرخشی رو رد کنی بدون اینکه 6 بار آزگار بیفتی. بنابراین حالا تو نه تنها یکی بلکه باید 3 تا از این میله های چرخان رو رد کنی و تمام کیفای حاوی جایزت رو برسونی اون طرف. و این بار حتی اگه یه بار بیفتی همه
چیزو از دست میدی. قبل از اینکه چالش رو شروع کنی یه نکته دیگه هست که باید بهت بگم. این اهرامو بکش لطفاً. خب الان من اینو بکش. کشیدم چی میشه؟ بابا بکش. نه این آره بله درسته، ما این چالش رو توی ارتفاع 60 متری انجام میدیم. کل آرام باش وحشی. خدا همینجوری زمین زیر پامون رو دود کردی رفت. بچه ها دروغ نگم خودم هم یکم ترسیدم، خیلی داداش بده. اگه نمیترسیدی دیگه آدم نبودی. آه خدا خیلی بالاییم. مک حالت خوبه؟ نه چرا داداش؟ فکر میکنم دوباره قراره همش رو ببازم. فقط الان آخه- کافیه نیفتی. این همون مانعیه که توی مرحله قبل نمیتونستم ردش کنم. چند بار پشت سر هم دیگه افتادم، 5 بار. الانم که 3 تاشون پشت سر هم دیگه ردیفن و 60 متر تو آسمون ارتفاع داریم. اگه یه موقع افتادم ممنون بابت سومین شانسی که بهم دادی. دیگه راستش چه؟ یادم نمیاد ازت قدردانی کرده نه، باشم. همش سرم داد میزنی. خب آخه همیشه منو میاری دم خونه هوهو خان. بچه هوهو خان رو میشناسید؟ هوهو خان باد مهربان یه کاراکتر انیمیشنی بود تو کارتون بچگیمون که تو آسمون زندگی میکرد. مکم که میگه همش میاریمون در خونه هوهو خان، منظورش اینه که همش میاریمون تو آسمون. چه وضعشه؟ ممنون از تشکرت، ولی یه حسی به میگه داری وقت میکشی چون ترسیدی. آره یک مک تا اینجا 1.5 میلیون دلار باخته. بیاید ببینیم باختش بیشتر میشه یا نه. هر وقت حاضر بودی میتونی بری. توی یه همچین موقعیتی یه کلام دارم که مدام و پشت هم دیگه میگمش. رخصت بره. اوه 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 وقتی را میره کل این دم و دستگاه میلرزه. داره میره الان میخوام بیام اون طرف، مواظب خودت باش. و نکته دیگه ای که به مک نگفتم اینه که تا وقتی به سلامت برسی اون طرف میتونی هر مقدار پولی که رد کردی و نگهداری و بری ادامه. اما اگه حاضری ریسک کنی میتونی برگردی و همه پولتو ببری. خدایی باحال بود. پیچش داستانی لازمه. به نظرت باید چیکار کنم؟ خب به نظر من که باید بری سراغش. همین الان انجامش دادی. تو 2 تا از کیفا رو آوردی، حالا برو و این بقیه‌اش هم 600,000 تایی که اینجاست رو میخوای یا نه؟ کارل حکیم راهو گفت. محض اطلاعات اگه باختی پای خودت. نخیرم، اگه باختم تقصیر کارله. کارل جیکوبز پرچمش بالاست. خب دوباره برگشت. آفرین، یه رفت و برگشتش کامل شد. خب امشب یا با یه لبخند روی صورتم میخوابم یا اینکه 3 شب نمیخوابم. بریم. خب تا مک تو ارتفاع چند 10 متری در حال تلاش برای بردن جایزه است، بریم سراغ اسپانسرمون. خب اسپانسر امروزمون این بیل بیلکاست که میذاری تو قمقمت و باعث میشه که آبت هر طعمی که دوست داری بگیری. تازه با چرخوندن این دایره که اینجاست میتونی میزان طعمدار بودن آبو تعیین کنی. مثلا بذاریش رو 3 آبت یکم طعمدار میشه. کارل تو بذارش رو 9. وای جیمی چقدر طعم داره. یه عالمه طعم میگیره و اینجوری میتونی بیشتر آب بخوری. یه فکری به سرم زد. کارل اینجوری هست؟ باورم نمیشه داره پولا رو میندازه. ای وای، گرفتمش. فقط ای کاش قمقمه‌هاشون هم رنگ بندی داشت. برند این بطری سیرکله و تو 5 تا رنگ مختلف عرضه میشه. خوش برگشتی پله بود. دوباره میبینمت. خب تا مک داره واسه آرزوهاش میجنگه، شما هم یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و همچنین واسه دوستاتونم بفرستید. بچه‌ها این خیلی خیلی خب کارل، آماده ای مهمه. دوباره بندازم؟ مک حواست باشه اگه یکی از کیفا بیفته دیگه افتاده ها. یه دونه از کیفا بیفته 100,000 تا از کفش میره. معلومه قبلا بنده بود دیدمت که. چرا؟ برو بقیه‌اش هم بیار. اگه بخوای میتونی همونجا بمونی و بری ادامه. میتونی هم برگردی. انتخابش با خودت، ریسکش هم با خودت. اگه بری پیش کارل میتونی ادامه بدی و جایزت میشه 600,000 دلار. اما اگه دوباره برگردی و این 2 تا کیفم ببری میتونی واسه کل 800,000 تا رقابت کنی. مک از پسش برمیاره. آره این مکیه که دوستش داره. خیلی خوب. ای خدا لعنتش. داشت رد شدی، چرا ناراحتی؟ ناراحتم چون تقریبا رد نشدم. راست میگی. اوه رسید. ایدیاتو بده واسط نگه خیلی دارم. خب بریم خونه پیش بابایی. اونم بی‌معطلی. رخصت پهلوان. رفت که بره. اصلا عجله نکن. این نفس عمیق بکش. تا حالا 3 بار رد شدی. اینم روش. آفرین. آماده ای انجامش بدیم؟
معلومه. پس بریم تو کارش ها. مواظب باش خودت نیفتی. خب این از این آخری شد. و اینم از آخریش. خب دیگه دارم میام پیشت باشه. خب همه ی پولا رسید اون طرف، حالا فقط کافیه خودش رد بشه بدون اینکه بیافته. 3 2 1 بیا ای وای موفق شد. تونستی. تونستی. برگام ریخ به سر تو دیگه کی هستی؟ دمت گرم. موفق شدی. اینجا تموم نمیشه. بیخوری خوشحال نباش، همیشه تو چالش آخری ها میبازی. راست میگه، تو 2 تا ویدیو قبلی هم مک این مرد همه چالش ها رو گذرون ولی تو چالش آخریه باخت. اینجا هم جیمی بهش میگه خوشحال نباش، چالش آخر هنوز هست، دهنت سرویسه. این بار از این خبرها نیست. و حالا نوبت چالش نهاییه. ما دوباره به مک چشم بند زدیم و همونطور که از این بی بمیشنوید داریم میریم سمت بالا. بله. خب رسیدیم به جایی که باید. بیا هنوز باید یه چند قدم دیگه بیای. چشمندتو بردار و با چشمای خودت شاهد چالش نهایی باش. تا اینجا این وحشتناکترین میدان موانعیه که تو کل این ویدیو وجود داره. پسر داداش این دیگه واقعا زیادی. اگه پرات ریخته بهت حق میدم، به خدا پرای خودم هم ریخته. تو نه تنها تو این ویدیو بلکه تو ویدیوهای قبلی هم دردسرای زیادی کشیدی، از عنکبوت و غرق شدن گرفته تا تخت سنگ و لیزر و شیرینی. پس یه پیشنهاد برات دارم. اگه اینجا رو نگاه کنی تو که نمیدونی میخوام چی بهت بگم. خیلی خوبم میدونم میخوای بهم چی بگی، این کارو نمیکنم. ما اینجا یه شیرینی با شکل چتر داریم. من میخوام به 2 تا انتخاب بدم، یا باید از پس این شیرینی بر بیا یا 800,000 تا رو ببری، یا باید به جاش بری سراغ این میدون موانع بزرگ و عجیب و غریب و وحشتناک و پشم‌ریزون و سعی کنی این یکی رو شکست بدی. انتخاب واقعا بزرگیه. بیا اینم شیرینی. هیچ رقمه قبولش نمیکنم مگه اینکه مجبورم کنی. نمیدونی که به خاطر این شیرینی لامصب چه کابوسایی دیدم. ای جان. این دیگه چی بود الان؟ یعنی دلت برام سوخت؟ آره یه جورایی. ولی خب عجیب نیست، به هر حال 1.5 میلیون دلار بهش باختی. دقیقاً تو 2 تا ویدیو قبلی همین شیرینی‌ها باعث باختنش شدن. یه بار 700,000 دلار، یه بار دیگه هم 800,000 دلار. اگه اینجا به بازی میشه بیشتر از 2 میلیون دلار. تازه دیگه فرصت دیگه‌ای هم نداری. تصمیم انداختش. خب حالا که تصمیمتو گرفتی دیگه نیازی به این نداری. خب دیگه راه برگشتی وجود نداره. تک تک چالشایی که توی تک تک ویدیوها رفتی برای این بود که به این لحظه برسی. برای شروع باید از این 2 تا میله بگذری و به اون سکوی زرد رنگ برسی و وقتی شروع کردی یا تمومش میکنی یا سقوط میکنی و بدون که مسیرت اصلا آسون نیست. خیلی خوب رفت که بره. آفرین. با امید خدا آسونتر میشه دیگه نه؟ بابا فقط پایینو نگاه نکن. خوبه همین الان گفتم پایینو نگاه نکن. بریم که داشته باشیم. وای نیفتی پسر. راستی مک یادم رفت بگم که مامان و بابا چی اینجان و دارن از پایین نگات میکنه. برو مک، آفرین. تو میتونی. مک ما بهت باور داریم. خدایا خودت کمک کن. وای نه. ای وای. آفرین. اسم مانع بعدی رو گذاشتم دیوار مرگ. اسمتم خلاقانه است. وای پسر، این یکی رو باید یکم استراتژیک بره، یا میتونه بره بالا بعد بره پایین یا میتونه مستقیم از اون وسط بره. راستی یادتون نره که لطفا پایین رو نشون بده، ما الان چسب تو آسمونی. وای خدایش دیگه زیادیه. داداش میشه دستاتو بر نداری استرس میگیرم. آره اربا احمد. کف دستام عرق کرده، تازه من فقط دارم نگاه میکنم. وای مک. آدم حالا تعوا میگیره. خدایا این گیرها خیلی کوچیکن. چیزی نمونده مک.
ایول. حالت خوبه مامان؟ آره. دستم خیلی خسته شدن. خب متاسفانه باید خدمتت عرض کنم که هنوز یه عالمه تله مونده که باید ازشون بگذری. پس سعی کن انرژی تو ذخیره کنی. توی این بخش باید به موقع اون حلقه رو ول کنی و اگه زودتر موعد ولش کنی میافتی پایین. مک داری خیلی دستاتو تکون میدی. بهتر به مایچات استراحت بدی. چون میدونی که هرچی بری جلوتر مرحله ها سخت‌تر میشه. اوه 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 اوه. وای خدایا. خب حالا نوبت این چکشای متحرکه. چقدر میبینم که رفیقمون تیر تعادلم با خودت آوردی. این دفعه عمرم بتونه از زیرش قصر. چیکار میکنی؟ به نظر میاد دارم چیکار کله رو بپا. سرنگ بازی دارم. آره دیگه مهمه که رد بشه. مهم نیست که چه جوری. یعنی اصلا قانون نذاشته بودن که حتما باید ایستاده رد بشی. مکم به بهترین شکل سوء استفاده کرد. واقعا آفرین. سرنگ بازی دارم. واقعا جا داره بگم پرا. خب رسیدیم به بخش آخر مرحله ششم. گوش کن مک، میدونم گفتی نمیخوای با شیرینیا در بیافتی، اما با توجه به سابقه ای که تو این شیرینیا با هم دارید نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و یه بار دیگه نیارمشون. اما یه بار که براشون گردوندی، برای چی دوباره بیارشون؟ لازم نبود. میدونستم اون اولی رو قبول نمی‌کنی. هر کی عقل تو کلش باشه اینو میگه. چجوری باید بهش برسم؟ باید بپری. نمیشه که شنا کنی و با هر بار پریدن فاصله بین سکوها بیشتر میشه. تازه واسه اینکه سخت‌ترش کنیم من مطمئن شدم هر شیرینی از شیرینی قبلیش کوچیک‌تر باشه. تنها چیزی که بین این شیرینی هاست یه میله بارفیکس متحرکه و 60 متر سقوط آزاد. تو میتونی مک. همینه. 4 پرش. ببینیم مک پولدار میشه یا نه. ای خدا بابا، جیبی بکش بیرون از این شیرینی ها دیگه. بچه شکنجه روحی شد. منم دیگه این شیرینی ها رو میبینم جیغ میزنم، چه برسه به بدبخت مک. 4 پرش. ببینیم مک پولدار میشه یا نه. خیلی خوب. 3 2 1. اوه وای پسر. آی خدا، چیزی نمونده بود بیافته پایین. یه لحظه سکته کردم. یه پرش انجام شد، 3 تای دیگه مونده. تازه نزدیک بود مک رو همین اولیش ببازه. یادتون نره شیرینیا با هر پرش کوچیک‌ترم میشه. مک نذار دوباره تاریخ برات تکرار بشه، چون این دفعه دیگه واقعا آخرین سقوطت خواهد بود. همونطور که میبینید میله بارفیکس از دسترس مک خارجه. تنها راهش اینه که بپره و اگه نتونه بهش برسه همه چی تمومه. تنها چیزی که به خودت میبری خونه حسرت. خیلی خوب. وای یا خدا، چقدر داره تاب میخوره. مک زیاد تاب نخور. باید انرژی تو واسه آخریش که چتره ذخیره کنی. اوه اینم از این. همینه پسر، آفرین. 2 تای دیگه. اون ترکی که روی اون ستاره است رو یاد چیزی نمیندازه؟ اینجا آخر بازی مک. این 2 تا شیرینی درست به همون اندازه‌ای که تو اونا رو شکستی تو رو شکستن. اگه اینجا هم شکست بخوری شانست برای بیرون اومدن از تاریکی برای همیشه از بین میره. رخصت بله بود. اوه آویزون شد. خیلی خوب، نصف راه رفت. حالا نوبت آخرین پرشه. با فاصله 2 برابر پرش قبلی به سمت بزرگترین مانع زندگی مک، شکل چت. قضیه مرگ و زندگی یا 800,000 تا رو میبره یا افسانه مک تو همین ویدیو به پایان میرسه. خانوادت بهت باور دارن، بچه های تو خونه هم بهت باور دارن. 3 نفسم بالا نمیاد. فکر کنم میخواد بپره. پرید. آه خدای من، فاصلش تا اون شیرینی خیلی زیاده. نمیتونم نگاه کنم. وای مک. فقط میگم که بدونی 60 ثانیه بیشتر وقت نمونده. صبر کن ببینم چی شد. ای وای، والا نمیدونم چی بگم. خیلی احمقم بابا. وای خدا، یه کارو 2 بار آخه.
شدی. بعد از 3 بار تلاش کردم بالاخره موفق شدی. واسه اولین بار میتونی با پولی که بردی بری خونتون. حالا بگو ببینم میخوای 800,000 تا رو چیکار سه تا کنی؟ دوست دارم که دوستای دوران کودکی منو پول چندانی ندارن و میخوام مطمئن باشم که دیگه بابت پول نگران نیستن. منظورم اینه که زندگیم عوض تبریک شد. میگم داداش. واقعا برام همیشه عوض شد داداش. خیلی ممنونتم. خیلی ممنون. آره پسر بالاخره تونستی آفرین خوشحالم میبینم اینقدر خوشحالی. خیلی دوستتون دارم. مک پسر خودم. تو حالا تو عمرم اینقدر از باختن 800,000 دلار خوشحال نمونم. تبریک میگم داداش. خب مثل که بالاخره مک به رستگاری رسید. خوشحالم براش. چرا؟ چون که بیشتر از هر کسی دیگه تو ویدیوهای مستر بیست دهنش سرویس شده بود. جیمی هر بلایی که میتونه سرش آورد، ولی خب در نهایت پایانش خوب بود. مرسی که رفقا ویدیو رو تا آخر دیدید. لطفاً لایک ویدیو یادتون نره و لطفاً ما رو به رفیقاتون معرفی کنید. بگید بیان یوتیوب سابسکرایب کنن، دور همی خوش بگذرونیم. مثل همیشه کانال تلگرام و پیج اینستاگرام من و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.